در مجمع ورزشی سوغدرین شهر خوجند نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد غالب چمپیونات جهان اوید به گوشتنگیری دستپروری مکتب مهارت عالی ورزشی ولایت کامرانشاه استوپیریان را استقبال نموده برای نائل شدن به این دستاورد او را از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد تبریک و تهنیت نمودند. قید کرده شد که این دستاورد و موفقیت ورزشکاران پیش از همه نتیجه توجه حکومت جمهوری تاجیکستان و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نسبت ساحه ورزش و دستگیری ورزشکاران میباشد. من میناداری خود را به سرول به پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانم که چنین گشتین ملی اجدادی ما را جهانی کردن. آینده کوشش میکنیم که باز هم خوب تمرین کرده هم شاگردها را تربیت کرده که آنها پرچم بردار ملت خود باشند. مورد به ذکر است که در شهر دوشنبه از 15 تا 16 اوگوست دومین چمپیونات جهان اوید به گوشتنگیری بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در چمپیونات که با اشتراک ورزشکاران زیاده از 70 دولت جهان برگزار شد، پهلوانان در 9 وزن، 6 وزن بین مردها و 3 وزن بین زنها برای به دست آوردن عنوان قهرمانی رقابت نمودند. منتخب تاجیکستان در این مسابقه سطح جهانی 12 مدال، 5 طلا، 3 نقره و 4 برنجی به دست آورده در وزنهای مردانه برآمد نظررس نشان داد. مدال‌های طلای تاجیکستان را محمد سلیموف در وزن تا 65 کیلوگرم، عبدالله عارف در وزن تا 71 کیلوگرم، محمد شریف نجم‌الدینوف در وزن تا 78 کیلوگرم، حق نظر نظروف در وزن تا 86 کیلوگرم و کامرانشاه استوپیریان در وزن تا 95 کیلوگرم به دست آوردند. طبق مقررات چمپیونات به غالبان جای یکم $20,000 ایالات متحده آمریکا، به برندگان مدال نقره $10,000 و به صاحبان مدال‌های برنجی $5,000 تقدیم کرده شد.